با تشبث لیگ فوتبال کودکان و نورسان فدراسیون فوتبال تاجیکستان و دستگیری شرکت موبیلی تیسل از ماه فوریه این جانب در دایره لایحه فوتبال به نزد شما میاد در همه شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت مسابقه فوتبال بین نورسان از 7 تا 11 ساله برگزار شد. مسابقه ها در همه شهر و ناحیه ها در سطح خوب تشکیل جریان گرفتند و بهترین دسته ها به مرحله نهایی این مسابقه راه یافتند. دور نهایی مسابقه دیروز در ورزشگاه سپارتاک شهر خوجند برگزار شد. در دور نهایی چهاربینی در بین هر سه سن و سال 12 دسته فوتبال بازان بهترین شهر و ناحیه های ولایت اشتراک کردند. در بین فوتبال بازان 7 ساله مقام اول را فوتبال بازان دسته ناحیه 8، جای دوم را تیم فوتبال بازان نورس ناحیه باباجان غفوروف و زینه سوم را دسته ناحیه جبار رسولوف صاحب کردند. در بین فوتبال بازان نورس 9 ساله نیز تیم های ناحیه 8 جبار رسولوف و باباجان غفوروف با گرفتن 3 مقام فخری اول مشرف شدند. مسابقه نهایی بین دسته های فوتبال بازان 11 ساله نیز جالب و تیزتون ادامه یافته برای دریافت مقام های یکم و دوم دسته های سوخت و ناحیه 8 بین هم سبقت کردند. این دیدار نهایی با پیروزی دسته سوخت به انجام رسید. بین ورزشکاران این سن سال مقام دوم را دسته ناحیه 8 و جای سوم را تیم شهر اسفره صاحب کرد. با غالبان و جایزه‌داران مسابقه و ورزشکاران بهترین همه دسته ها جام، مدال افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی فدراسیون فوتبال تاجیکستان و سرپرست چهاربینی در فضای تنتنوی تقدیم کرده شد. همه اشتراکچیان مسابقه از جمله ورزشکاران و مربیان برای برگزاری چنین یک چهاربینی ورزشی و جلب کودکان و نورسان به ورزش، ترغیب طرز حیات سالم در جامعه و رشد فوتبال، میnnتداری خود را به فدراسیون فوتبال تاجیکستان بیان نمودند. ما مربیان و ورزشکاران ناحیه 8 از جریان گرفتن این مسابقه خیلی خرسندیم. شاد از آنیم که دو دسته نورس ما جای اول و یک دسته جای دوم را اشغال نمی‌کرد. ما از فدراسیون فوتبال تاجیکستان و فدراسیون فوتبال کودکان ولایت سوخت و دستگیرشان میnnتداری میکنیم و آرزومندیم که چنین مسابقه در جمهوری بیشتر جریان گیرد و ورزشکاران جوان اشتراک نمیده شاد و خرسندی کنند.